من نگویم که مرا از قفس آزاد کنیم، آزاد کنیم، آزاد کنیم. بعض مردم سیری لغت میزنه، همون فکر نمیکنه بابا جان. بگذار سعی کن کینم، من چیم، من کی بدم، من کجا بدم، به کجا بدم، به کجا میرم. سیری لغت میزنه مردم بعضا. تو چه که سیری لغت زده مرد؟ چاره ما با تو میگم خوندن میکردی دم امر بدیده خوندن خویله که دیگه ای گپ بگیر. همسایه همه میگم. چی میگم همسایه؟ میگم رمضان سیری لغت زده. اصلا مرد سیری لغت زده اختیار خوردانم به زندگی خود من مربوط میشه، به شما هیچ ربطی نداره. چی کار داریم شما با کار نداره. نیلیلا میگه، ماما شاگر میگه، تجیر میگه، عباس روز بگفته. همو غیرتی که میگه بیای من پیش روی خود ما بگه چرا به پشت سر گپ میزنم؟ ها چی غیرتی که به من بیای میگه بهم روی برو ما بگه؟ آنه خب فکر کنم غیرتی و میام روبروی تو نمیگم تو سیری لغت زده. تو ارزش گپ زدن نداری که ما خودت تو جربه کنیم یا کرای کنی که ما تو رو بزنم. تو داری ای که من ارزش دارم یا ندارم به تعمیدی به این مردم معلومه. تو سیری لغت زده. خب به خود ما ربطی داره. کی اومدم به در سالات گفتم 10 روپیه بده یا یک لقمه نون بده؟ اصلا من سیری لغت زده. زندگی شخصی ما به شما چی مربوط میشه؟ چرا نمیگذارین که این مردم حداقل هر چی داره یا نداره، میخوره نمیخوره، یا هر کاری که زندگی و مربوط میشه بهم خود مربوط شه؟ چرا همین گپ شما یک سره به دهن خو میندازیم؟ خب همه مردم به تقلا میگم که رمضان سیری لغت زده. مردم میگم بله مردمونه که بیای بهم روی برو ما بگه من مثل که زنیم، من مردینیم. اصلا تو به جمله زن چی که به جمله بچه خوردی هم حساب نمیشی. خب به تو بگو تو حساب میشی خود کله گنده خواه. به خدا می هست سادی به ما میخوندن. خب نه که می تک چپاته به تو میزدن که کله تو به می دیوال میخورد. مرد دیونه روی دی و دستی چوی دی هر هم کلمی گپ که به دهن تو بفتاد انگاره به دم لاس بکرا اعلام شد. هوشیاری هم که تو بشی به دست تو هوی بدم گردن خره بدم. میگو به هوشیار و دیونه اثر کلی و معلوم میشه. لباسا خورسک و پیران یک رنگ تمون یک رنگ. ما خونی ما تریک بدی خون تمون ابابو منه دم اثر با شکر که چبلیاتو دورنگه یک هم چبلی مولاتونی یک هم پیارتو بالیا کلی گندیو تو سکمی دستمال بالا به که رمضان اگه آمدن تو را سر خو بالا میکنم میزنم به زمین که فرش زمین شی. دوشکش بله تو با حالت خود تو غیرتی بیا مرد ایستا تو صبر بکنه تو کله گندی خوب پول میگیره بعد هم میای برای میگو تو سیری لغت داده، سیری لغت نداده باشه و میره غمی چیه؟ کجی خان شتانی بیا دستن خود بشی یخکه اون پا یخیه بشو چیزی لغت میره مزونه دیدون همه رو میره مگذار نزدون 100 بیشتر بدی بمین روی زمین زدم 100 خوکا خورتا کن میرم برای او من میتورد به تیر میشود وردیش تو گفتون رمزون عذابون برید که گفتون رمزون تو سیری لغت داده همیته به پوزادی خورد همیته به سهرنی بد خورد ما چه کار کردم ما کدو باق بالای سیاه پینو دارو ما چون چه خوارو ما فلانو ما دعو شکستی و هر کی من میبینه مگره مگه پوزی تو سیری لغت داده من با زمیته گفتم خواهم الله بگو میگم بابا تو سیری لغت نداده چی میگی که میبری به شهر به شیشتنی دگه بگه نه زندگی خود بده داری خیر بینی تو بری او برا غریب کیوش کنم میمه خیر بینی یا مردا غریبستان نه گله کمه دینانیه تادی رو نونه به سیری نمیدیدم بخورم عگوشنگی نوشا خونه ناله مرس برم حالی که دست اینا به لغمه نونی به قوری پلوی دراز شده سیری اونا لغت داده و ما از این زندگی خود بفیشم چپار لاف چیه؟ نکنه و بشکاریمه ایلاتیار خوشو شهر خیلی کجا میری برو خیلی بری میرم دیگه با یخی خیلی پام یخی سیری لغت زده ای نداده یا تکیر برداشتم یک دست خودم تکه من تنه گردن گرفتم یک دست خودم من خانم تکلینگ ازیر بگیرید لالا تکیر بالا کده بندم سر خوب زدم به زمین 100 دیر مثل کلای که شلو نمیچله بیا میچه میچلید
واخش ایت در زد ایت در زد ما پیشی بگی یا سبب برای من لاف کوف و دروغ نده صده بچی ما و تو خوندیم کلون شدیم و تو به مثل کاف همین دست خمش نشد تو من میشنسی یا تو من میشنسی من دروغ یا ای با خدا نتونی از بچه خودی پرد میکنه چقدر شده ترسیدی رقم خواهم برای تو تارتو سلام علیکم ماما شاگل. چطوری؟ چی گپای جان شما خوبی جوره؟ کیاری؟ شکر. چی خبرای تیار هستیم؟ شکریاته ماما شاگل آه. ما یک کلمه گپی به شما بگم چون بگم یا نگم. میگم ماما شاگل شما به می دی سر سیاه خور سفید کردیم. خب حالی از این دی بدر نشدیم. این یک وقتی اگر بدر شده باشیم هم به میمونی رفته باشیم. حالی بچه شما را میت سیری لغا زده که هر دم به مردم میگه ما به شهر میرم بشیشدنی اینجا گفت پرده و گذاره من نمیشه مثل که شکمک از هم سر شده. خود رفتن مشکلی داره عیبی داره بابا جان پیار و بابو بابچه شما به امید دی زنده بودن و مردن و همه به امید دی شد. امروز بچه شما امید دی ریاله میکنه میره به شهر زندگی میکنه ای عیبی نداره؟ ای عیبی نیه بابا حال پولدار شده میره به شهر زندگی میکنه به خود کار میکنه به خود مغازه میگیره کار میکنه تجارت میکنه او دیگه غوریتی به شوروا رسیده شوروا مال به برنج رسیده دیگه نمیگه شکم سرشه میگو بار خود جور تو کرده دیگه. غرمه میگی ما کی به پیش آمدیم یا بچه می یا خود ما که تو 100 روپیه به خرج بده کاکا با خدا به دل ما ناگواره هر چی نکنی رفیق مونه بچه هم بیزی مونه به یک کوچه ما و از اینا خودی هم دیگه تیر کردیم حالا که پیش ما دور شه به دل ما ناگواره نگذارین که بره ماما شاگل بعده. آخه لالا جان همون که بره به شهر که بیکار نمیشینه یک دکونه یک کاری میکنه اگه دیخ شدی برو به در دکونه اختلاط کن از اینجا 200 روپیه کرا بدم برم به شهر به دیدن یا برم که نگاه. خب آدم رفیق خورماست باشه مگر برادی هم بره یعنی شما دیگه نمیریم همینجا هستیم؟ ما که همینجا قبر پیر و بابو بابچه من همینجا من هستم دیگه من ملک زمین خود به کیرم 4 میدم روز بعد دیگه شکم شما هم سیر میشه شما مراد خور رفتیم ماما نه بابا عمالک شکر خدا شکم ما سیره هیچ مشکلی نداره کاکا هیچ کمی هم نداره او خوب امیر میگفتم دیگه گفتم بعد این کارا خوبی یاد دارم در وقتی به تعمیدی بود دیگه حال نره شهر چیکار میکنه همین دی باشه دی بیشتر شهر کسبی کاری بیشتره این سه کتو بیامده شکم شما سر شده حالا میریم به شهر